هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم این اتفاق بیفته. نیروی هوایی ایران که روزگاری با جنگنده‌های پیشرفته آمریکای قدرت نمایی می‌کرد، حالا بدون پشتیبانی خارجی خودش رو در صف اول قدرت‌های هوایی حفظ کرده. اما چطور ممکنه یه نیروی هوایی بدون دسترسی به قطعات و تجهیزات مدرن زنده بمونه؟ نیروی هوایی ایران از دوران قبل از انقلاب یکی از مجهزترین نیروهای منطقه بود. اما بعد از تحریم‌ها و قطع ارتباط با غرب چطور تونست این برتری رو حفظ کنه؟ از جنگنده‌های فرسوده تا پهپادهای مدرن، مسیری که این نیرو طی کرده یکی از عجیب‌ترین داستان‌های نظامی جهانه. و حالا که صحبت از جنگنده‌های جدید و همکاری‌های احتمالی با قدرت‌های شرقی شده، سوال اینجاست: آیا ایران در آستانه یه تحول تاریخی توی نیروی هوایی خودشه؟ این ویدیو رو تا آخر ببین، تو رو شگفت زده میکنه. در دهه 70 میلادی ایران با خرید 79 پرونده جنگنده F-14 تامکت از آمریکا به یکی از معدود کشورهای مجهز به این جنگنده تبدیل شد. اما بعد از انقلاب آمریکایی‌ها تمام پشتیبانی فنی رو قطع کردند. سوال اینجاست: چطور ایران تونست این جنگنده‌های فوق‌العاده پیچیده رو زنده نگه داره؟ داستان تعمیرات بومی و خلاقیت مهندسان ایرانی واقعا شگفت‌انگیزه. در طول جنگ ایران و عراق نیروی هوایی ایران با چالش کمبود قطعات مواجه شد، اما این باعث نشد که این نیرو از کار بیفته. خلبانان ایرانی با تاکتیک‌های خاص و استفاده از هر راه ممکن موفق شدن برتری هوایی خودشون رو حفظ کنن. بعضی از جنگنده‌ها از قطعات اوراق شده استفاده می‌کردن و بعضی دیگه به روش مهندسی معکوس روی آوردن. وقتی ایران دید که به قطعات خارجی دسترسی نداره، به فکر تولید جنگنده‌های بومی افتاد. جنگنده‌های آذرخش و صاعقه اولین جنگنده‌های ایران در این زمینه بودند. اما آیا این جنگنده‌ها واقعاً میتونستن جایگزین F5 و F4 بشن؟ اینجا وارد ماجرای مهندسی معکوس و چالش‌های تولید داخلی میشیم. اگه تا اینجا از این ویدیو خوشت اومده، این ویدیو رو لایک کن تا بریم سراغ اطلاعات جذاب‌تر. در حالی که کشورهای دیگه روی جنگنده‌های نسل پنجم متمرکز شده بودند، ایران مسیر متفاوتی رو انتخاب کرد. پهپادهای رزمی، پهپادهای مثل شاهد 129 و شاهد 136 نه تنها در عملیات‌های شناسایی بلکه در حملات دقیق هم به کار گرفته شدند. بعد از سالها تحریم، خبرهایی از احتمال خرید جنگنده‌های سخوی 35 از روسیه منتشر شد. این جنگنده نسل 4.5 یکی از قدرتمندترین جنگنده‌های حال حاضر جهانه. اما آیا ایران میتونه این جنگنده‌ها رو وارد بکنه؟ و اگر بله، آیا این یک تحول واقعی در نیروی هوایی ایران محسوب میشه؟ پروژه‌های جدید جنگنده‌های F5 یکی از مهمترین پایه‌های توسعه هواپیماهای بومی ایران بودند. ایران تونست با الهام از این جنگنده مدل‌های جدیدی مثل کوثر رو بسازه. اما آیا این جنگنده‌ها واقعاً کارایی بالایی دارن؟ اگه تا اینجا این ویدیو برات جذاب بوده، آخر این ویدیو رو از دست نده، چون یه چیزایی میشنوی که مغزت سود میکشه. یکی از چالش‌های اصلی نیروی هوایی ایران مقابله با سامانه‌های پدافندی مدرن دشمنه. آیا ایران میتونه با استفاده از تاکتیک‌های جنگ‌های نامتقارن این تهدیدها رو خنثی کنه؟ ایران هنوز جنگنده‌های مدرن مثل F-22 یا رافائل نداره، اما تونسته در سطح منطقه قدرت هوایی خودش رو حفظ کنه. راز این موفقیت چیه؟ ایران ادعا کرده که در حال توسعه جنگنده‌های نسل پنجم خودشه، اما این ادعا چقدر واقعیه؟ آیا ایران میتونه یک جنگنده کاملا بومی بسازه که با رقبای بین‌المللی رقابت کنه؟ تمام این اطلاعات رو بررسی کردیم. یه سورپرایز ویژه دارم. جنگنده‌ای که ایران سالها مخفی نگه داشته بود به زودی رونمایی میشه. خبرهایی از تست پروازی یک مدل ناشناخته منتشر شده که شاید آینده نیروی هوایی ایران رو تغییر بده. اما آیا این خبر واقعی است یا فقط یک بازی تبلیغاتیه؟ اگر این جنگنده واقعی باشه، یعنی ما در آستانه یه تغییر بزرگیم. اما این تازه شروع ماجراست، چون ویدیو بعدی درباره جنگنده‌ایه که قرار تمام معادلات هوایی منطقه رو به هم بریزه.